خوش اومدید به جلسه دهم، جایی که ما بالاخره وارد فضای بازی میشیم و یاد میگیریم توی شروع بازی چجوری مهرهامون رو حرکت بدیم که وضعمون خوب بشه. پس حتما ویدیو رو تا آخر دنبال کنید و توی بازیاتون سعی کنید ازش استفاده کنید. برای اینکه ما یاد بگیریم توی شروع بازی چجوری مهرهامون رو حرکت بدیم، 10 تا از فرمانهای اشتاینیتز، اولین قهرمان رسمی شطرنج جهان رو با هم بررسی میکنیم. من این 10 تا فرمان رو توی کپشن می نویسم و دونه دونه هر کدوم رو توضیح میدم و شما بعدا مرورشون کنید و سعی کنید حتما ازشون استفاده کنید. نکته ای که لازم بدونید اینه که این 10 تا فرمان در حد نکته و نصیحت هستند که در 80-90% مواقع حتما به کارمون میان، ولی جاهایی هم هست توی بازی که استثنا داریم و ممکن ما اینا رو زیر پا بذاریم، پس قطعیتی وجود نداره. خب بریم سراغ اولین فرمان که به ما میگه اول مرکز رو کنترل کنید، تسخیر کنید و بعداً به حمله بپردازید. ما توی جلسات ابتدایی گفتیم که به 4 تا خونه E4, E5, D4 و D5 میگیم مرکز کوچیک. حالا ما باید یا مرکز رو کنترل کنیم با مهره هامون، یعنی مثلا اسبی که میاد F3 خونه E5 و D4 رو کنترل کرده، یا باید سعی کنیم مهره هامون رو توی مرکز قرار بدیم. مثلا پیاده ها توی E4, D4، اسبا F3 و C3، فیل خونه C4 و این حرکات گسترشی که خیلی وقت شما میبینید بازیکن‌های قوی انجام میدن، به خاطر همین قانون هست که مرکز رو دارن کنترل میکنن. قانون دوم میگه که اولین فرصت سعی کنید قلعه برید و از قلعه رفتن حریف جلوگیری کنید. چرا؟ گفتیم که قلعه رفتن باعث میشه شاه که مهمترین هدف بازی شطرنج هست به جای امنی منتقل بشه. حالت بعد قلعه رفتن حالتیه که شاه من پشت پیاده هام قایم شده، جاش امنه و توسط مهره‌های کافی دفاع میشه. و دلیل دوم قلعه رفتن اینه که من یکی از رخامو بیرون میارم و سمت مرکز میتونم ببرمش. پس 2 تا دلیل اصلی قلعه رفتن اینه. و از قلعه رفتن حریف اگه بتونید جلوگیری کنید، شاهش توی اول بازی جاش دیگه امن نیست و شما میتونید به راحتی بهش حمله کنید و ماتش کنید. قانون سوم به ما میگه که ارتباط رخاتون رو برقرار کنید و اونها توی ستونهای باز بذارید. ارتباط رخا برقرار کردن در واقع یعنی اینکه 2 تا رخ اصطلاحاً همدیگه رو ببینن، یعنی همه مهره‌های بینشون رو ما بتونیم گسترش بدیم و قلمون رو رفته باشیم. تو این حالت هم گسترش دادیم، هم رخا رو میتونیم بیاریم مرکز صفحه و ستونهای باز قرار بگیرن. پس اینم شد فرمان سوم. قانون چهارم به ما میگه که سوارها گوشه کنارهای صفحه از تحرک کافی برخوردار نیستند و خب ما گفتیم درسته قرار مرکز رو بگیریم. به عنوان مثال من اسبو نمیارم خونه H3 که فعالیتش کمه، بلکه میارمش خونه F3 که هم حمله میکنه به پیاده E5 سیاه و همین که خونه های مرکزی رو کنترل میکنه. پس جایگاه اسب توی اول بازی سمت مرکز است و گوشه کنارها من مهره‌امو نمیبرم. خونه E2 هم خونه خوبی نیست برای اسب، چون جلوی تحرک بقیه سوارهامو داره میگیره. اینم از این. قانون بعدی به ما میگه که اول اسبا رو گسترش بدید و بعد فیل‌ها رو. من گفتم اینا قطعیتی نداره و ما شروع بازیایی داریم که مثلا اینجا فیل C4 میکنه طرف و علت این میشه گفت نصیحت این هستش که اول بازی جایگاه اسب معلومه. من گفتم اسب قرار نیست بره H3 یا E2، پس میدونم که قرار بیاد F3، ولی راجع به فیل من ممکنه بخوام ببرمش C4 یا ببرمش B5 یا جای دیگه و به این دلیل هستش که میگه اول اسبا رو گسترش بدید بعد فیلا. ولی خب معمولا شما میدید اول یه اسب میاد بیرون، بعد فیل رو میبریم خونه C4 رو گسترش میدیم، بعد اسب بعدی و به همین ترتیب. بریم سراغ فرمان ششم که به ما میگه با یک مهره توی شروع بازی بیشتر از یک بار حرکت نکنید. علتش چیه؟ علتش اینه که من اون فرصتی که میخوام دوباره یه مهره‌ای که گسترش دادم حرکت بدم باید بذارم برای گسترش دادن بقیه مهره‌ها. به عنوان مثال اینجا من اگه فیل رو دوباره تکون بدم برم خونه D5، فرصتی که اسب و شاه داشتن که گسترش پیدا کنن، شاه قلعه بره رو گرفتم و این باعث میشه توی گسترش و توی شروع بازی عقب بیفتم و وضعم به زودی بد بشه. پس توی شروع بازی یک مهره رو که گسترش دادید دوباره حرکت ندید و تا جایی که ممکنه اول همه مهره‌ها رو گسترش بدید و بعد اگه مجبور شدید با یک مهره دوباره حرکت کنید. این هم میشه فرمان ششم. فرمان هفتم به ما میگه که وزیرتون رو زود از بازی خارج نکنید.
علتش هم اینه که وزیر ارزشمندترین سوار بازیه و وقتی زود بیاد بیرون اگه بازیکن مقابل بهش حمله کنه من مجبور میشم دوباره حرکتش بدم، چون مهره نیست که بشه ازش دفاع کرد و بگیم بذار بزنه. اینجوری متریال از دست میدیم. و با قانون قبلی که ما گفتیم یه سوار رو دوبار حرکت نمیدیم چون فرصت گسترش بقیه مهرها رو گرفتیم، به این دلیل ما وزیر رو زود نمیایم بیرون. و مثلا اگه من وزیر رو بیام خونه F3، سیاه میتونه اسب C6 کنه و بعداً علاوه بر این که میتونه به وزیر حمله کنه من مجبور میشم دوباره حرکت بدم وزیرمو، جایی گذاشتمش که جلوی گسترش اسب G1 که منو گرفته. ما گفتیم اون اسب جاش F3 و من مجبور میشم یه تمپ از دست بدم که وزیر رو بلند کنم و بعد از تو بیام F3. به این دلیل شما وزیر رو قبل از گسترش همه مهرهاتون بیرون نیارید. بریم سراغ فرمان 8 که به ما میگه از حرکات زائد پیاده خودداری کنید. یعنی چی؟ توی شطرنج پیاده تنها مهره‌ای که وقتی جلو میره دیگه نمیتونه به عقب برگرده و این باعث میشه که مهره‌های در واقع خونه‌های پشت سرش ضعیف بشن. مثلا اینجا من اگه با سفید اسب F3 کنم، سیاه اگه سعی کنه با F6 از پیاده E5 دفاع کنه، دو تا کار بد کرده. همین که قرار بعداً قلعه بره و وقتی قلعه میره دیگه شاهشون امنیت لازمو نداره. شما فرض کنید من فیلمو میام C4 و اصلا جلوی قلعه رفتنشو میگیرم. ما گفتیم باید سعی کنه زود قلعه بره. همین که خونه های پشت سریش رو ضعیف کرده. مثلا دیگه هیچ وقت پیاده‌ای که توی F7 بود الان اومده F6 نمیتونه از خونه های E6 و G6 دفاع کنه و این ضعفه بعداً کار دستش میده. پس پیاده ها رو تا وقتی مجبور نشدید و الکی حرکت ندید. ولی ما شروع بازی داریم، گفتم اینا قانون در حد نصیحته که اینجا سفید پیادهش میره خونه D4. این حرکت زائد پیاده نیست. اینجا من پیاده هم بردم مرکز، حمله کردم به مرکز رو دارم کنترل میکنم و به هیچ وجه حرکت بدی نیست. حرکت های زائده برای پیاده که اولا گوشه ها مخصوصا جناح شاه باشه، اون جناحی باشه که میخوایم قلعه بریم، یا حرکت های بی دلیل. حالا جلوتر ما میریم تو کتاب مثالاش هم میبینیم. فرمان بعدی اینه که از کیش های بی مورد بپرهیزید. من بازیکنای مبتدی رو خیلی دیدم که وقتی با بازیکن قوی تر بازی میکنن میگن من تونستم بهت 3 تا کیش بدم. کیش دادن هیچ دردی و دوا نمیکنه، کیشای بیهوده و الکی هر کیشی دیدید نرید براش و بگید من یک کیش تونستم بدم. کیش دادن هیچ امتیازی توی شطرنج نداره. به عنوان مثال اینجا فیل B5 کیش حرکت بسیار بدیه. چرا؟ اولا اینکه جلوی گسترش بقیه مهرامو دارم میگیرم. چرا؟ چون سیاه به راحتی با C6 رفع کیش میکنه و همزمان حمله کرده به فیل من و الان من مجبور میشم اون قانون که گفته بود یه مهره توی شروع باز دوبار حرکت ندین و زیر پا بذارم. الان من مجبورم فیلم رو دوباره بردارم و هیچ جایگاه مناسبی توی مرکز براش ندارم و به همین علت حرکت فیل به 5 کیش خیلی حرکت بدی هستش. پس از کیش های بیهوده حتما پرهیز کنید. و مورد آخر اینه که همیشه فکر کنید حریف شما در جواب حرکت شما بهترین حرکت رو پیدا میکنه. خیلی نکته مهمیه و من ازتون میخوام حتما بهش توجه کنید توی بازیاتون. مثلا خیلی ها دیدیم که اینجا حرکت وزیر H5 یا وزیر F3 رو انجام میدن و این حرکت خوبی نیست بچه ها. شما دارین میرین برای مات ناپلئونی. دوستانی که آشنایی ندارن با این مات، اینجا خیلی وقتا سیاه اشتباه میکنه، مثلا فیلش رو تکون میده و توی خونه F7 مات میشه. به این مات میگن مات ناپلئونی. ولی بازیکن سفید بد بازی کرده و این حرکت وزیر F3 خوب نیست به چند دلیل. یکی این که ما گفتیم وزیر رو نباید زود بیایم بیرون، ممکنه بهش حمله شه و من تمپ از دست میدم. یکی این که اینجا جای اسبه و من جلوی اسبم رو گرفتم. و این قانون آخر به ما گفت فکر کنید حریف شما حتما بهترین جواب رو پیدا میکنه. یعنی شما پیش خودتون هیچ وقت نگید خب اگه با فیل حرکت کنی یا حرکت اشتباه کنه من ماتش میکنم. شما تصور کنید که حریف شما بهترین جواب که اینجا اسب F6 هست رو تونسته پیدا کنه و الان شما دیگه نتونستید ماتش کنید و جلوی بقیه مهراتون رو گرفتین، گسترش بدین و توی گسترش عقب میافتین و این حرکت تبعات داره. خیلی اینجا میام میگن خب دوباره وزیر رو میذارم B3 و دقت کنید شما دارید با یه مهره چند بار حرکت میکنید و سیاه همزمان
داره مهرهاشو گسترش میده و وضع مهرهاشو خوب میکنه و شما دارید ضعف ایجاد میکنید توی وضعیتتون. به عنوان مثال اینجا پیاده E4 ضعیفه و الان سفید تهدید زدن پیاده F7 رو داره. سیاه به راحتی ازش دفاع میکنه و الان تهدید زدن پیاده E4 رو داره، تهدید اسب A5 رو داره که حمله کنه به فیل و وزیر همزمان. و شما که بازیکن سفید باشید خیلی توی گسترش عقب میافتید. حرکت‌های بعدی سیاه میشه D6، بعدم فیلش رو گسترش میده، قلعه بزرگ میتونه بره و وضعش به سرعت خوب میشه. پس حتما این 10 تا فرمان رو با دقت مرور کنید، یاد بگیرید و توی بازیتون ازش استفاده کنید. حالا بریم سراغ کتاب که چند تا مثال اینجا ما داریم، بررسی کنیم ببینیم بین 3 تا حرکتایی که برامون نوشته کدوم خوب هست و علتش چیه. اولین وضعیت بین حرکت فیل D3 یعنی فیل اینجا، فیل C4 یا اسب A3 ما قرار انتخاب کنیم کدوم حرکت بهتری. طبق فرمان‌های اشتاینیتز که ما الان یاد گرفتیم گفتیم اسب گوشه کنار صفحه جاش خوب نیست و سوارمون رو باید سعی کنیم بیاریم سمت مرکز. به این علت اسب A3 خب خط میخوره. بین فیل D3 یعنی اینجا یا فیل C4 خب طبیعتا C4 که مرکز رو کنترل میکنه، جای فعالتری قرار گرفته، خونه F7. دوستان این پیاده F7 توی شروع بازی ضعیفترین مهره هستش و هدف حمله است. نه که خیلی سریع برش حمله کنید، بلکه حواستون بهش باشه. چه به عنوان بازیکن مدافع یعنی برای سیاه پیاده F2 شما سعی کنید قلعه برید، از این پیاده دفاع کنید و حواستون به حمله هایی که روی این پیاده میشه باشه. چه به عنوان کسی که حمله میکنه حواستون باشه که هدف حمله خوبیه ولی اول قرار شد مرکز رو بگیرید و بعد حمله کنید. این از این نکته. فیل C4 پس اینجا حرکت بهتریه. فیل D3 علت بدیش این هستش که جلوی پیاده D2 منو میگیره و من قرار پیاده رو تکون بدم که بتونم فیل سیاه رو هم بیام بیرون، فیلی که تو C1 در واقع، و جلوی تحرک جناح وزیر منو میگیره فیل D3. پس حرکت خوبی نیستش و اینجا جواب حرکت فیل C4. توی وضعیت بعدی بین فیل E2، فیل C4 یا فیل B5 کیش کدوم رو انتخاب کنیم. فیل B5 کیش که گفتیم یکیش بیهوده است و به راحتی با حرکت پیاده C6 میتونه جلوی کیش رو بگیره و من مجبور میشم دوباره فیل رو حرکت بدم که تمپ از دست میدم. پس فیل B5 کیش غلطه. بین فیل C4 و فیل E2 فیل C4 خب مرکز رو میگیره و بهتره، ولی فیل E2 حرکت بدی نیستش، ولی خب حرکت بهتر داریم میتونیم براش اقدام کنیم. وضعیت بعدی نوبت سیاهه، قرار از پیاده E5ش دفاع کنه. سفید حمله کرده به پیاده E5 و سیاه با یکی این ستاره قرار دفاع کنه. F6 رو که مستقیما مثالش رو گفتم حرکت بدیه، حرکت زائد پیاده است، جناح شاهو ضعیف میکنه و بعدا نمیتونه حتی قلعه بره. پس F6 در جا خط میخوره. بین وزیر E7 و اسب C6 گفتیم وزیر ما زود نمیایم بیرون، اول همه مهرها رو گسترش میدیم، بعدا نوبت وزیر میرسه. وزیری که میاد E7 جلوی فیل خونه F8 گرفته و نمیذاره گسترشش بدیم و اینجا حرکت درست اسب C6 که هم یکی از سوارای سبکمون رو گسترش دادیم، هم تونستیم از پیادهمون دفاع کنیم. بقیه مثالا رو من برای به عنوان تمرین براتون میذارم و حتما جوابش رو جلسه بعد بهتون میدم و شما سعی کنید خودتون حلش کنید و جوابش رو برای من بفرستید. هر سوالی هم بود ازم بپرسید، من سعی میکنم سریع‌ترین زمان ممکن بهتون جواب بدم. موفق باشید.